روز 22 سپتامبر رزمنده جوان و اوینده‌دار تاجیک سمرالدین مرادوف را در فرودگاه دوشنبه سیل مخلصان پیشواز گرفتند. در ثبت‌ها دیده می شود که در صحن فرودگاه ده نفر جمع شده و سمندر را که با کتف لت خورده ولی با نشان قهرمانی به وطن برگشت با شور و شوق پیشواز میگیرند و به شرف او چپک زده هشتک میکشیدند و دستفشانی میکنند. بعد پیشوازگیری متنتن در فرودگاه صاحبکار شناخته تاجیک رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی به سمندر مرادوف کلید ماشین تمغه مرسدس را توفه کرد. در ویدیو دیده می شود که چگونه سمندر پشت فرمان این ماشین رنگش سیاه می نشیند و آن را به حرکت می درآورد. سمندر شب 11 سپتامبر در مسابقات AFC که به یاد عبدالمناف نور محمدوف پدر و مربی فقید رزمنده شورتیار داغستانی حبیب نور محمدوف بخشیده شده بود، صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقات شد. در آن مسابقه نورالله علیف یک ورزشگر تاجیک دیگر نیز غالب آمد، ولی پیروزی سمندر از چند نگاه فرق میکرد. اول در رقابت نهایی با مکسیم شویتس در دور سوم نبرد کتف راست پهلوان تاجیک برآمد و با وجود چنین سخت لت خوردنش او با یک دست نبرد را ادامه داد و در دور چهارم حتی رقیبش را به نکاوت فنی فرستاد و پیروزی را به دست آورد. همچنین سمندر مرادوف هنگام اعلان نام غالب مسابقه مخلصان خود را بازم بیشتر به وجد آورد، چون که هم او و هم اعضای دیگر دستش همه فوتبالکاها با عکس احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود را به تن کردند و با این همراهی خود را به نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان که در پنجشیر و اطراف آن به ضد طالبان می جنگند به نمایش گذاشتند.